سلام از تاجیکستان. سلام از آلمان. شما راهی عجیبی را طی کردید. یعنی پس از ختم مکتب میانه برای تحصیل به خیتای رفتید. 2 سال در اونجا بودید. پس آن پاندمی آغاز شد و شما به آلمان رفتید و حالا در آلمان تحصیل دارید. حالا رسما دانشجوی یکی از دانشگاه‌های خیتای هستید و همچنین اشتراکچی برنامه آپر. ما با شما درباره تحصیل در دو دولت صحبت میکنیم و نخست بیایید بگیم که اه، چرا شما تصمیم گرفتید که باید در خارج کشور تحصیل کنید. وقتی که در مکتب میخوندم فقط با زبانهای خارجی را آموختن مشغول بودم. پدری من خودشان که در ارگانیزاسیا خارجی کار میکنن بسیار سفرها داشتن. ما صورتهایشان را میدیدیم. ما میخواستیم که هم خیلی تماشا رویم و فقط به ما میگفتن که شما که نقص کنید میتونید خارج داخل شوید و سفرها داشته باشید. بعد ام، البته یکم نقض میخوندم. بعد میخواستم که در خارج خونم و در آینده به تاجیکستان البته برگشته به وطن خودم خدمت کنم. یعنی همه نویگری رو در خارج دیده اومده در تاجیکستان هم به دیگرها نشان داده. دعوت خودمون پیش بریم. بیایید به سال 2018 برمیگردیم. یعنی همان سالی که شما به خیتای رفتید. و کدام دانشگاه داخل شدید؟ من داخل شوید چقدر مشکل بود و اختصاصتان چی بود در آنجا؟ بله. بعدی مکتب رو ختم کردن با دانشگاه داخل شدن خیلی دشوار است و فکر میکنی ام، کدام دانشگاه رو انتخاب کنی، کدام ساحه، برای که همه زندگی تو از این وابسته می شود در آینده. من از اول میخواستم به آلمان داخل شوم، اما من که مکتب 1 سال پیش رفتم در سن 17 ساله بودم. از با آلمان از 18 سالگی تو میتوانی به دانشگاه داخل شوی و بیایید. من وریانت دویم خیتای بود. ما خیتای آنلاین دانشگاه رو یافتیم. یک چند دانشگاه همه حجت ها رو سپاریدم. دو دانشگاه ما رو قبول کردن. من یکم سال 2018 به شهر گوانزو رفتم داخل شدم. دانشگاه نقص بود اما شهر کمتر دور بود. شهری مایده بود. ما در آنجا همگی 3 نفر تاجیک بودیم. خیلی قیم بود برای اینکه زبان خیتایی رو نمیدونستیم. با ما خواندن ما با زبان انگلیسی بود اما خیتایی ها نه همشان انگلیسی رو میدونن. ما در آنجا همگی 3 4 ماه خواندیم. بعد من به دیگر دانشگاه اه، م، پیروت گرفتم و شهر هنگژو آمدم. من فهمیدم که تو زبانی دولت دیگر رو نآموزی تو در آنجا خوندن نمیتونی، زندگی کردن نمیتونی. من اه، با کورسی زبانی کیتویی داخل شدم. 1 سال من زبان خواندم. بعد از مهم. زبان خوندن من توانستم که با بکالوریات داخل شوم و خوندن خودم را دوام دهم در همان شهر. بعد 3 ماه دانشگاه را ترک کردید. دانشگاه رو ترک نکرده. ما فهموندیم با معلم ها اونجا که با ما با زبان خیتایی خوندن دشوار است. ما با انگلیسی مهم. میخوایم خوندن. انگلیسی در اینجا کمتر نه قدر خوب است. شما رو نمیفهمید. ما میخوایم به دیگر دانشگاه رویم. آنها گفتن خوب مایل است. با ما دیگر حجت های در کاری رو تیار کردن. ما با آسانی توانستیم که دیگر دانشگاه رو انتخاب کنیم. پس از 1 سالی زبان آموزی شما در شهر دیگر
به دانشگاه داخل شدید. اون کدام دانشگاه بود و اختصاصتان چی بود؟ دانشگاه جیجیان گونگشان داشیه نام دارد. این دانشگاهی سوهای اکونومیک می باشد. سوهایی که من داخل شدم ستاتیستیکا اکونومیک می باشد. استاتیستیکا اکونومیک هم و زبان انگلیسی. وضعیت در جهان متشنج شد و شما سال 2019 به وطن برگشتید، همین خیلی. نه سال 2019، نه سال 2020. سال 2020 ماه ینور من خواستم که در تعطیلم به خانه برگردم، پدر و مادرم رو بینم. همین خیلی شد که من دو هفته اینا برگشتم. بعد پندمی سر شد، همین خیلی همه چی محکم شد. ما نتوانستیم به خطای برگردیم و ما گفتن که شما باید در دعوت خودتان انتظار شوید خبرها رو. همین خیلی ما به طریق آنلاین درسایمون رو دوام دادیم. همگی 2 سال من در دوشنبه ایستادم. بعد من فهمیدم که این خیلی نمی شود، باید دیگر راه ها رو یابم، کار کنم، خوانم. فقط در خانه شده آنلاین خوانده نشد و قرار گرفتم که با آلمان سفر میکنم. حاضر رسما شما دانشجویید در خیتای و درس‌های آنلاینی چقدر رفته ایستادن؟ درس های آنلاین دشوار نیستن. ما در یک هفته سه بار درس داریم. سه فن گویم. و ما معلم ها ویدیو روان میکنن و میگوین که در وقتی خالگیتان تماشا کنید وظیفه خانگی رو تیار کرده طول یک هفته با ما روی کنید. در عموم درس آنلاین برای دانشجوی مساعد است از جهتی که وقتش کم صرف می شود، یعنی از خانه نمیبرد. چی طرفای منفی دارد؟ مصاحبه کم داری با دیگر آدمان. بله، گفتگو کم. در وقت گفتگو کم است. در وقت خواندن اگر یگان سوال پیدا شود تو نمیتونی دفترت رو گرفته پیش معلم رفته بگی که مثلا معلم را فهمونه چه خیلی که در دانشگاه میکنی. تو مجبور میشی که همش رو خودت خونی، از سر همه چی رو کتاب رو کشوی یا که در اینترنت جستجو کنی، بعد هم موضوع رو فهمی. دشوار است. هم میدونید نقض نمیفهمین چیزی که میخوین، نقض نمیفهمی. هم که مسئله ختم چقدر است؟ یعنی شما سال آینده ختم میکنید؟ امسال من سیوم کورس هستم، سال دیگه تمام میکنم. معلم ها گفتن که شما پرکتیکال میگذارید در دعوت خودتون که در کدام دعوتی هستید و کار دیپلمیتون رو می نویسید. آنها دیپلم رو اگر قبول شد دیپلم رو روان میکنن و تعریفی پاچتن. اون پرکتیکا با کدام نمود میگذاشته است؟ چی کار کردن در کار؟ در ساحه ما می توانیم که در بانک آنالیستی کار کنیم. پرکتیکا رو بگذارونیم هم. میگذاریم طرفی آلمان. شما وقتی که 2 سال پیهم در تاجیکستان بودید فکر کردید که باید اکنون به همون آرزوی اولا که در آلمان باید حاصل میکردید برسید و آلمان آمدن چی شد؟ آلمان آمدن به من دشوار نبود، برای که من در وقت مکتبی من زبان آلمانی رو میخوندم و در وقت پاندمی من در اینترنت جستجو کردم راه ها رو چقدر به خارجی روی. من در آلمان اینستاگرام اوپر رو دیدم. من فکر کردم من زبان آلمانی رو میدونم، خوندن در کار نیست، من میتونم وجهتم رو حاضر سپارم، اگر قبول کنن روم. هم خیلی هم شد. من حجتم رو سپردم اینستاگرام اوپر. اگر شما داند این یاردمچی اویلا در اویلا هستم. بسیار وقت نمیگیرد، همگی 5 ساعت در یک روز. تا جایی میدانیم اشتراکچی برنامه اوپر فقط 1 سال حق دارد در اونجا باشد. شما چند ماه شد؟
قریب 1 سال می شود. من ماه فوریه من این پروگرام رو تمام میکنم. اه، چیکار کردن اید بعدی تمام کردن؟ بسیاری دانشجویان بسیاری اشتراکچیان دانل آسبیلدون بله بله. سر میکنن و دیگر یکی دانشگاه داخل میشم. من که اوجه دانشجو هستم، من اوجه در دانشگاه تحصیل میکنم. من فکر کردم که باز یک بار دیگر من به دانشگاه آلمان داخل نمیشم. آسبیلدون هم به مثل دانشگاه است. من میخوام که همین پرکتیکل که از طرف دانشگاه اختیار می شود همین را در اروپا یابم، در گرمانیا یا که در افسریا یک بار پرکتیکم رو گذارم در اینجا. مسئله ختم این مکتب چقدر است وزیر؟ یعنی شما باید یگان سرتیفیکت است، دیپلم است میگیرید؟ ها با ما فقط سرتیفیکت میدین که ما در درس اشتراک کردیم، ما در درس زبانی عمومی اشتراک کردیم. هم تمام. در عموم همین 1 سالی شما در آلمان رفتن به شما چی داد به فکر خودت؟ این 1 سال با من تجربه زیاد خیلی هم تجربه کلان بود. کار با کودکانی خارجی آسان نبود. تربیه و رفتاری کودکای خارجی از تاجیکستان تماما فرق میکند، فرق کلان دارد. این یکم تجربه من بود. Evening. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Let's go home. Let's go home. Yes, 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 yes. 然后给下一个人说了，给下一个人说。六个，下一个人 Yes, yes, yes. 你答对了。六，一、来六、了。二、三。Good job. Okay, continue. دوم من بسیار دولت ها رو بسیار دولت ها سفر کردم. همگی در 1 سال من 6-7 دولت به 6-7 دولت سفر. پیراهن آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی با پیراهن آسمانی چادر ماشی. مسئله oilai آلمانی شما چگونه مناسبت دارن با شما و عموما چند کودک دارن اونها؟ شما چند کودک نگاه میکنید؟ در اویله که من نیستم آنها از آلمانی نیستن. پدرشان ترک و مادرشان از اوکراین، اما اونها خیلی 20 سال است که در آلمان زندگی کار میکنن. آنها سه کودک دارن، 6 ساله، 3 ساله و کودکی وقتی که من آمدم حالی 1 ماه نبود، عزیز 1 ساله است. پدر و مادری کودکان در آلمان فقط کار، از سحر تا بگاه کار. کودکانشان در مکتب. طول همین وقت که آنها در کار هستند ما باید آنها را نگاه کنیم، خوراک تیار کنیم، از مکتب گیریم، کمتر بازی کنیم تا پدر و مادرشان آمدن. بعد میسپاریم به پدر و مادرشان. یک اشاره کردید که با آنها تا آمدنشون از کار کودک ها را نگاه میکنید و با آنها خوراک میپزید. چگونه خوراک ها میپزید برای اون؟ کودک های آلمان همه چی آنها فرنگی. کودک هایی که ما مثال ما مادرم چیز تیار کرد ما همان رو میخوریم در اینجا.
دشوارم نیست. آنها مکرون یا که برنج میجوشانی. م، تمام. دبولش قهوه میمونید میتینشون میخرم. قطی آب. ها. اد- دیگر اینا چیز این خودشان انتخاب کنن همان رو تیار کرده من میدیم. من از پیش من نمیگم که انا من گفتم تو خور. این خیلی رفتار نمیشود. یگان آر داب است، شیر برنج است، آش است، هم خیلی خوراکای خودمون نکردیم. من در روزهای خالگی خودم آش میپزم، اشپزهای خودم رو میپزم. ما با پدر و مادرشان میخوریم، با آنها محفوظ است. فوتبال خودمون فوتبال توجیکی نکی برای کودکانه. در آینده از روی اختصاصی آمار و اقتصادچی کار میکنید همین خیل؟ ها. دیگر تحصیل دوام نمیتید؟ میآید وطن؟ آه، من میبینم سال دیگر دیپلمم رو من چه خیلی میگیرم برای آنکه گپ گپ هست که خطای کشاده شده ایستاده است. ممکن ما برگردیم به خطای. برای همین یا که به خطای برگشته دیپلمم رو میگیرم یا که در اینجا آنلاین گیرته. اگر خواهشم باز پیدا شود و ماجستراتور داخلی میشم. اگر که نشود من با دعوت خودم برگشته کار و فعالیت رو دوام میتونم.